30 دی 1403 دونالد ترامپ تو صحنه‌ای که انگار از دل تاریخ بیرون اومده دوباره به عنوان رئیس جمهور آمریکا سوگند خورد. اما سخنرانی تحلیفش اصلا شبیه یه دعوت معمولی به اتحاد و همدلی نبود. به جاش یه جنجال بزرگ به پا کرد. با یه تمرکز یهویی و خشن روی کانال پاناما، آبراهی که تقریبا از یاد مردم آمریکا رفته بود. ترامپ چند لحظه بعد از اینکه خودش رو صلح طلب معرفی کرد، گفت که میخواد دوباره کنترل آمریکا رو روی کانال برقرار کنه. حرفاش جوری بود که انگار مسئله غرور ملی، ضرورت اقتصادی و حتی امنیت ملی وسطه. لحن شبیه حرفای استعمارگرهای اواخر قرن 19 بود، ولی ریشه این موضع‌گیری به ظاهر نابهنگام توی تاریخ خیلی جدی‌تره. یه جور در هم پیچیدگی از بازی‌های استراتژیک، منافع اقتصادی و کینه‌های قدیمی. ولی اصلاً واسه چی؟ چرا کانال پاناما؟ چرا این آبراه به ظاهر بی اهمیت یهو شد تیتر یک خبرها؟ ترامپ باز زده به سیم آخر یا یه نقشه حساب شده پشت این قضیه است؟ برای اینکه بفهمیم چه خبره باید یه سفر کنیم. قرنها پیش، قبل از اینکه اصلا اروپایی‌ها پاشون به قاره آمریکا برسه، سرخپوستا و بومی‌های اون منطقه میدونستن که باریکه پاناما یه جای خاصه، یه جای باریک که دو تا اقیانوس پهناور اطلس و آرام رو به هم وصل می‌کرد. ولی خب اون موقع‌ها که تکنولوژی نبود. رد شدن از این باریکه خودش یک هفت‌خوان رستم بود. فکر کن جنگل‌های وحشی، رودخونه‌های خروشان، بادلاق‌های مرگبار. تازه قبایل بومی هم که نمی‌ذاشتن هر کسی راحت از اونجا رد شه، تا اینکه اسپانیایی‌ها پیداشون شد. قرن 16 میلادی بود و اسپانیایی‌ها دنبال طلا و گنج بودن. چشمشون که به باریکه پاناما افتاد گفتن خودشه. اگه بتونیم یه کانال اینجا بزنیم دیگه لازم نیست کل آمریکای جنوبی رو دور بزنیم تا برسیم به شرق و ثروت‌های اونجا. ولی خب این آرزو تا چند قرن فقط یک آرزو موند، تا اینکه انقلاب صنعتی اومد و همه چیز رو عوض کرد. ماشین بخار و دینامیت و اینجور چیزا باعث شد که دیگه ساختن کانال یه رویای دست نیافتنی نباشه. سال 1260 شمسی فرانسوی‌ها که توی این کارا یکم سابقه داشتن و کانال سوئز رو هم ساخته بودن، با یه عالمه ادعا و اعتماد به نفس اومدن وسط میدون. می‌خواستن اسمشون رو توی تاریخ بنویسن و باریکه پاناما رو به زانو در بیارن. ولی پاناما یه حریف سرسخت بود. جنگل‌های استوایی پر از پشه مالاریا و تب زرد و هزار جور درد و مرض دیگه. کارگرای بدبخت دست دسته می‌مردن. بیشتر از 20,000 نفر توی این راه جونشون از دست دادن. آخرش هم بعد از 9 سال جون کندن و کلی پول خرج کردن، فرانسوی‌ها دیدن زورشون به پاناما نمیرسه و دست از پا دراز سر برگشتن خونه‌هاشون. اما بریم سراغ آمریکا و ببینیم چرا ترامپ دست گذاشته روی این کانال. دلیل اولش اهمیت استراتژیکه. همون زمان که فرانسوی‌ها شکست خوردن، این طرف دنیا توی آمریکا یه مرد گردن کلوف جاه طلب به اسم تئودور روزولت اومده بود سر کار. روزولت که می‌خواست آمریکا رو تبدیل کنه به یه ابرقدرت جهانی، خوب میدونست که کانال پاناما چقدر مهمه. واسه نیروی دریایی آمریکا این کانال مثل یه شاه کلید بود. دیگه لازم نبود کشتی‌هاشون اون همه راه رو دور بزنن تا از شرق برن غرب یا برعکس. و این دقیقاً همون چیزیه که ترامپ بیشتر از 100 سال بعد داره بهش گیر میده. ترامپ معتقده که کانال پاناما هنوز هم برای قدرت و نفوذ آمریکا حیاتیه و نباید دست کسی دیگه‌ای باشه. اما دلیل دومی که ترامپ برای به دست آوردن پاناما مطرح میکنه یه بدهی قدیمیه. سال 1281 شمسی آمریکا رفت سراغ کلمبیا که اون موقع پاناما جزوش بود و گفت آقا بیاید این پروژه کانال رو بدید به ما میسازیمش، شما هم حالشو ببرید. ولی کلمبیایی‌ها یکم ناز کردن، گفتن نه، شرایط شما رو قبول نداریم. نمیخواستن یه تیکه از خاکشون رو برای همیشه بدن به یک کشور دیگه. اینجا بود که آمریکا یه کار خفن و البته ناجوان مردانه کرد. سال 1282 رفت پشت پانامایی‌ها رو گرفت که می‌خواستن از کلمبیا جدا بشن. نیروی دریاییش رو هم فرستاد اون دور و برا که یعنی اگه کلمبیا بخواد زیاد شلوغ کنه دخلش اومده. اینجوری شد که پاناما آزاد شد. ولی خب این آزادی یه جورایی مدیون آمریکا بود. ترامپ این بخش از تاریخ رو یه طور دیگه‌ای تعریف می‌کنه. اون میگه استقلال پاناما اصلاً خواسته مردمش نبوده، بلکه آمریکا لطف کرده و پاناما رو آزاد کرده. پس حالا که اینقدر به پاناما خوبی کرده، حق داره کانال رو هم پس بگیره. دلیل سوم ترامپ هم یه قرارداده که با زور اسلحه آمریکایی‌ها بسته شده. پاناما که تازه استقلال رو به دست آورده بود، حسابی به آمریکا مدیون بود. دید چاره‌ای نداره جز این که با آمریکایی‌ها کنار بیاد. قراردادی که بستن رسما یه قرارداد ترکمنچای بود. پاناما کنترل یه تیکه 16 کیلومتری از زمین‌هاش رو دو طرف کانال رو برای همیشه داد به آمریکا. از همون اول خیلی‌ها به این قرارداد اعتراض کردن. میگفتن این قرارداد یه جور زورگوییه و آمریکا داره از ضعف پاناما سوء استفاده میکنه. آمریکا هم در عوض قبول کرد 10 میلیون دلار پول نقد بده و سالی 250,000 دلار هم اجاره بده. ترامپ هم دقیقاً داره روی این موضوع مانور میده. دلیل چهارمی که ترامپ میاره اسمش خون آمریکاست که البته یه دروغ بزرگه. خلاصه بعد از امضا شدن قرارداد، آمریکایی‌ها افتادن به جون زمین و شروع کردن به کندن کانال. مهندسای آمریکایی با آخرین تکنولوژی اون موقع به جنگ طبیعت رفتن. کوه‌ها رو شکافتن، رودخونه‌ها رو مهار کردن، باتلاق‌ها رو خشک کردن، ولی این کار آسون تموم نشد. حدود 5600 تا کارگر توی این راه جونشون رو از دست دادن. حالا
نکته جالب اینجاست که ترامپ این عدد رو یهو میکنه 38,000 نفر، یعنی بیشتر از 6 برابر. برای چی؟ برای اینکه بگه آمریکا خیلی بیشتر از این حرفا برای این کانال هزینه داده و خون داده، پس باید پسش بگیره. پنجمین دلیل ترامپ اینه که اگه قبلا برای ما بوده الانم هست. سال 1293 شمسی کانال پاناما با کلی سر و صدا و تبلیغات افتتاح شد، ولی منطقه کانال اونجا دیگه شده بود یه آمریکای کوچیک، یه منطقه کاملا آمریکایی با قوانین خودش، پلیس خودش، دادگاه خودش، مدرسه های خودش، پرچم آمریکا هم که بالای سر همه چی بود. این وضعیت برای خیلی از پانامایی ها مثل یه سیلی بود، انگار که هنوز مستعمره آمریکان. ترامپ با یادآوری این دوران می‌خواست حس نوستالژی و عظمت گذشته آمریکا رو زنده کنه، همون دورانی که آمریکا هر کاری که دلش می‌خواست می‌کرد. ششمین دلیل ترامپ امنیت ملی آمریکا از این کانال رد میشه. کانال پاناما خیلی زود شد یه رگ حیاتی برای نیروی دریایی آمریکا. توی جنگ جهانی دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام، کشتی‌های جنگی آمریکا با سرعت از این کانال رد می‌شدن و می‌رفتن به میدون جنگ. این اهمیت استراتژیک هنوز هم که هنوزه برای آمریکا خیلی مهمه. ترامپ هم داره از همین موضوع استفاده می‌کنه و میگه اگه کانال دست ما نباشه، امنیت ملیمون به خطر میفته. دلیل هفتم، خیانت رئیس جمهور اسبق. اما همونطور که آمریکا داشت از کانال استفاده می‌کرد، یا بهتره بگیم سوء استفاده می‌کرد، مردم پاناما روز به روز عصبانی‌تر می‌شدن. نمی‌تونستن قبول کنن که یه تیکه از خاکشون دست یک کشور دیگه باشه. سالهای 1330 و 1340 شمسی دیگه صبر مردم لبریز شده بود. تظاهرات و اعتراضات همه جا رو گرفته بود. سال 1342 شمسی یه اتفاقی افتاد که همه چی رو عوض کرد. یه روز یه سری دانش آموز پانامایی می‌خواستن پرچم کشورشون رو توی منطقه کانال ببرن بالا، ولی پلیس آمریکا نذاشت. کار به دعوا و کتککاری کشید و آخرش هم 22 تا پانامایی و 4 تا سرباز آمریکایی کشته شدن. این اتفاق مثل یه بمب توی پاناما ترکید. بعد از این ماجرا پاناما دیگه رسما با آمریکا قهر کرد. گفت تا وقتی تکلیف کانال روشن نشه خبری از آشتی نیست. آخرش هم سال 1356 شمسی جیمی کارتر رئیس جمهور اون موقع آمریکا و عمر توریخوس رهبر پاناما نشستن پای میز مذاکره و یه قرارداد جدید نوشتن. طبق این قرارداد قرار شد منطقه کانال دوباره مال پاناما بشه و تا سال 1378 کانال رو مشترکاً اداره کنند. ولی از نظر ترامپ این قرارداد یه خیانت بزرگ بود. میگه آمریکا نباید اون موقع کوتاه میومد، باید کانال رو نگه می‌داشت. اصلا میخواد دوباره عظمت رو به آمریکا برگردونه، پس با پس گرفتن کانال. رونالد ریگان که اون موقع داشت خودش رو برای ریاست جمهوری آماده می‌کرد، بدجور مخالف این قرارداد بود. میگفت ما این کانال رو ساختیم، پولش رو دادیم، پس باید نگهش داریم. دلیل هشتم، اگه به ما سودی نرسه پس سوء استفاده است. بعد از اینکه کانال تو سال 1378 به طور کامل به پاناما واگذار شد، پانامایی‌ها هم بیکار ننشستن. کانال رو از یه آبراه نظامی تبدیل کردن به یه مرکز تجارت جهانی. ولی ترامپ اصلا به این چیزا اهمیت نمیده. میگه پاناما داره از کشتی‌های آمریکایی پول زیادی میگیره و حقشون رو میخوره. دلیل نهم، دشمن چینی بیخ گوشمونه. اما خطرناکترین حرف ترامپ یه چیز دیگه است. میگه چین داره کانال پاناما رو اداره میکنه. این حرفش درسته که کم اغراق‌آمیزم هست، ولی شرکت هنگ کنگیه که 2 تا بندر این سر و اون سر کانال داره. و این نهمین دلیل ترامپه. میخواد یه ترس بزرگ از چین درست کنه. بگه چین داره میاد تو حیات خلوت آمریکا و امنیت ملی آمریکا رو تهدید میکنه. از اونجایی هم که چین داره روز به روز تو هنگ کنگ نفوذش رو بیشتر میکنه، این نگرانی هست که نکنه چین از این بندرها برای جاسوسی یا خرابکاری علیه آمریکا استفاده کنه. حالا تصور کنید یه روز یه کشتی گنده بیاد وسط کانال پاناما گیر کنه، یا اصلا بزنه یه پل داغون کنه. یه چیزی شبیه همون اتفاقی که توی کانال سوئز افتاد یا اون پل بدبخت توی بالتیمور. اگه یه همچین اتفاقی بیفته، مخصوصا اگه آمریکا بخواد با چین سر تایوان درگیر بشه، دیگه واویلا. این دهمین دلیل ترامپه. میخواد بگه کانال پاناما یه نقطه ضعف گنده برای آمریکاست و چین میتونه ازش سوء استفاده کنه. خوزه راول مولینو رئیس جمهور پاناما هم که اصلا کوتاه نمیاد، گفته یه وجب از خاک کانال رو به هیچ کس نمیدیم. حالا باید ببینیم ترامپ واقعا میخواد چیکار کنه. آیا واقعا میخواد کانال پاناما رو به زور پس بگیره، یا اینا همش یه بلوف و برای ترسوندن پاناما و چینه؟ هرچی که هست یه چیز خیلی روشنه. کانال پاناما دوباره شده یه میدون بازی برای ابرقدرت‌ها. یه بازی خطرناک که معلوم نیست آخرش چی میشه و چه بلایی سر دنیا میاد. آینده این آبراه مهم و شاید آینده کل دنیا به یه تار مو بنده. شما هم نظرتون رو زیر این ویدیو برامون بنویسید. ممنون که تا اینجا ما رو همراهی کردید. لطفاً برای حمایت از ما کانال دانستنی روز رو سابسکرایب کنید. این ویدیو رو لایک کنید و به ما انرژی بدید. زنگوله رو هم فعال کنید که از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.